تا حالا فکر کردی اگه یه جسم از بیرون منظومه شمسی وارد محدوده ما بشه چی میشه؟ یه موجود آسمونی که از میلیاردها کیلومتر اون طرفتر داره مستقیم میاد سمت ما. اما عجیبتر از اونیه که فکرشو بکنی، این ستاره دنباله‌دار نه از اینجاست نه شبیه هیچ کدوم از چیزایی که قبلا دیدیم. اسمش هست اطلس 3i، سومین دنباله‌دار میان ستاره‌های تاریخ. اما سوال اصلی اینه آیا این فقط یه تیکه یخ فضاییه یا نشونه‌ای از موجودات هوشمنده که دارن ما رو زیر نظر میگیرن؟ سال 2024 تلسکوپ خودکار اطلس در هاوایی داشت آسمون رو برای ردیابی سیارک‌های خطرناک بررسی میکرد. یه نقطه کم نور روی تصویر ظاهر شد، اما چیزی توی مسیرش درست نبود. حرکتش با هیچ ستاره دنباله‌دار معمولی مطابقت نداشت. مسیرش مستقیم بود، سرعتش فوق‌العاده بالا. وقتی محاسبات انجام شد همه شوکه شدن. این جسم اصلاً از منظومه شمسی ما نیست، از بیرون، از فضای بین ستاره‌ای اومده بود و برای همین اسمش شد 3i، سومین مهمون بین ستاره‌ای بعد از اواملوا و بوریوسوف 2i. دانشمندا سعی کردن بفهمن این جرم از کجا اومده. با شبیه سازی مسیرش احتمال دادن که از یک سیستم ستاره‌ای حدود 40 سال نوری دورتر اومده باشه. اما یه نکته عجیب بود، ترکیب نوری اطلس 3i نشون میداد که سطحش خیلی متفاوت از دنباله‌دارهای معمولیه. به جای بازتاب نور آبی سبز میداد. بعضی گفتن شاید پوشیده از مواد عالی پیچیده است. بعضی دیگه حتی فراتر رفتن و گفتن ممکنه بقایاهای فضاپیمای بیگانه باشه. آیا ممکنه تمدنی ناشناخته هزاران سال پیش کاوشگرهایی رو به سراسر کهکشان فرستاده باشه و یکی از اونها همین الان از کنار ما رد شده؟ قبل از اطلس دو جسم مشابه دیده شده بود. یکی اوملوا در سال 2017 که شکل سیگار مانندش باعث شد خیلی‌ها فکر کنن یه فضاپیماست. دیگری بورسیوس 2i در سال 2019 که کاملا شبیه دنباله‌دارهای معمولی بود. اما اطلس ترکیبی از هر دوتاش بود، نه کاملا سنگی نه کاملا یخی، یه جسم ترکیبی. به خاطر همین بعضیا بهش میگن پیغام رسان سوم. دانشمندا هنوز نمیدونن چرا این دنباله‌دار قبل از نزدیک شدن به خورشید ناگهانی متلاشی شد. اما آیا واقعا نابود شد یا بخشی از اون هنوز داره جایی بین سیارات در کمین میمونه؟ تئوری اول، اطلس 3i تکه از یه منظومه نابود شده است، شاید بعد از برخورد سیارات. تئوری دوم، بقایای انفجار ستاره‌ای که در گذشته دور رخ داده. اما تئوری سوم همه رو شوکه کرد. یه گروه از فیزیکدانها گفتن احتمال داره اطلس 3i از یه تمدن کهکشانی فرستاده شده باشه تا داده جمع کنه. چرا؟ چون مسیر حرکتش به طرز عجیبی شبیه مدار طراحی شده بوده، نه یه مسیر تصادفی. حتی وقتی نور خورشید بهش خورد شتاب گرفت، درست مثل یه فضاپیمای مجهز به بادبان نوری. اگه واقعا اینطوره یعنی یکی داره از اون طرف کهکشان ما رو نگاه میکنه. اگه فرض کنیم اطلس 3i یه پیام رسان بوده، چی میخواسته بگه؟ شاید نشونه از وجود حیات هوشمند باشه. شاید فقط یه سلام بین ستاره‌ای بوده از تمدنی که میلیون‌ها سال پیش وجود داشته. یا شاید یه هشدار که ما توی این کهکشان تنها نیستیم. اما یه چیز واضحه، هر بار که همین جرم‌هایی میان، پرده جدیدی از رازهای کیهان کنار میره و شاید روزی یکی از اونها واقعاً برای ما بیاد. حالا تو چی فکر میکنی؟ آیا اطلس 3i فقط یه دنباله داره یا پیغام از موجوداتی که از مرزهای ناشناخته فضا چشم به زمین دوختن؟ خب مطالب تا اینجا چطور بود؟ لایک کن و سابسکرایب هم بزن تا بریم برای ادامه مطالب.
نظریه ها درباره اطلس 3i ترکیب و ساختار سطحی دنباله‌دار، یخ، مواد عالی و سنگ‌های فضایی، مسیر و شتاب عجیب، چرا مثل جسم طبیعی رفتار نمی‌کنه؟ نظریه‌های جنجالی، آیا ممکنه یه پیام یا کاوشگر میان ستاره‌ای باشه؟ تفسیر علمی و فرضیه‌های احتمالی از منشأ آن، بقایای یک منظومه نابود شده، بقایای انفجار ستاره‌ای یا اثر تمدن بیگانه، مقایسه با اومواموا و بوریوسوف و تحلیل تفاوت‌ها مثل بصری و شبیه سازی حرکت دنباله‌دار و تعامل با نور خورشید، آینده، صدا و اجرام میان ستاره‌ای با تلسکوپ‌های پیشرفته مثل جیمز وب و پروژه‌های آینده، پیامدهای علمی و فلسفی. ما تازه اول راهیم و هر جرم میان ستاره‌ای داستانی از جهانی فراتر از ما داره. ناسا و ESA حالا مأموریت‌هایی طراحی کردن تا بتونن در آینده از این اجرام نمونه برداری کنن. پروژه‌هایی مثل تلسکوپ ویرا و جیمز وب در تلاشن تا مهمان‌های بعدی که وارد منظومه میشن رو زودتر شناسایی کنن. هر جرم میان ستاره‌ای مثل DNA از جهانی دیگه است. شاید اطلس 3i فقط یه دنبالدار نباشه، بلکه یادآوری کوچکی از بی نهایت بودن فضا باشه. هر وقت یکی از این اجرام وارد منظومه ما میشه، در واقع پنجره‌ای باز میشه به جهانی که هنوز حتی اسمش رو نمیدونیم. اطلس 3i رفت مثل مهمانی که در سکوت اومد و در تاریکی ناپدید شد. ولی یه سوال بزرگ هنوز باقیه. آیا این فقط یه جرم طبیعی بود یا شاید نشونه از تمدنیه که میلیاردها سال نوری از ما دوره؟ و از همه مهمتر، اگه یه روز جسمی دیگه از همین نوع به زمین نزدیک بشه، این بار چی در انتظار ماست؟ آیا اطلس 3i فقط یه جرم یخی بوده یا پیغامی از موجودات بیگانه؟ آیا ما واقعا تنها هستیم یا هنوز مهمان بعدی که از دل کهکشان‌ها به ما نرسیده؟